13مین کنگره بین المللی مهندسی عمران، پرسابقه ترین رویداد جامع مهندسی عمران کشور. آقای دکتر خسته نباشید میگم، میدونم الان کارگاه داشتین و طبیعتاً موقع آنتراک هست و استراحت. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید، موضوع کارگاه چه بوده و اینکه حضور دانشجویان به چه صورت بود؟ بنده یونس عزیزی هستم. تقریباً 20 ساله در صنعت پلسازی کشور و مقاومسازی پل‌ها و ساختمان فعالیت دارم. موضوع کارگاهی که ما امروز ارائه دادیم در خصوص فرایند ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای پل‌ها بود که تکیه بر عموماً پل‌های شهری تهران داشت و فرایندی که در این پل‌ها اتفاق افتاده بود. خب دانشجویان خیلی با علاقه حضور داشتن و من خیلی خوشحال شدم. از معدود مواردی بود که رشته‌های سختی هستش و دانشجویان علاقه نشون دادن و با علاقه حضور داشتند و دیدیم که سوالات خوبی هم میپرسیدن، یعنی توجه خوبی هم داشتن. من خیلی خوشحالم از این موضوع که امروز اتفاق افتاد. آقای دکتر، در رابطه با تعامل بین فضای دانشگاهی و صنعت و با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های کنگره همین هستش، شما این ارتباط‌ها رو چقدر مؤثر و مهم می‌دونید؟ ببینید، من فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند علمی به درد میخوره که به صنعت تبدیل بشه و صنعتی به درد میخوره که در خدمت مردم در راستای رضای خدا باشه. خب این خیلی مهمه که این صنعت عامل منفعی هست که نیروهاش باید از دانشگاه تربیت بشن و بیان بیرون. بعد از اینکه از دانشگاه میان بیرون، به این اون دانشی که از دانشگاه یاد میگیرن بیان به صنعت تبدیل کنن و در این صنعت که در خدمت مردم هست و عامل منفعه هست خسته نشن، زود نرن و به قول معروف پشت کار لازم رو داشته باشن. این تبادلیه که باید بین صنعت و دانشگاه همواره وجود داشته باشه. تجربیات باید بیاد در دانشگاه منتقل بشه، در دانشگاه نقد بشه، تست بشه، آزمایش بشه، به تبدیل به پایان نامه بشه. پایان نامه دانشجویی که دوباره میاد بیرون باید وارد صنعت با ایده های جدید بشه و این سیکل تکرار بشه. 13th International Congress on Civil Engineering, the oldest comprehensive civil engineering event in Iran.